لطفی لطیف. لطفی لطیف. میگویند در عهد سلطان حسین بایقرا صانعی نام شاعری بود که به درجه وزیری هم رسیده بود. او از حد زیاد دستار کلان میبست و از اندازه بیرون به مردم ظلم میکرد. او ظلم و بیدادگری را به حدی رساند که مردم به داد آمدند و حسین بایقرا مجبور شد او را تنبیه کند. بنابراین روزی در حضور اهل دربار او را تحقیر کرده فرمود که دستارش را از سرش دور اندازند. علی شیر هم در آن مجلس حاضر بود و به پادشاه خطاب کرده فوراً گفت: چو باری سر سبوک کردی، سبوک کن باری گردن هم. دوستان همراه، بخش لطفی لطیف را شنیدید. همیشه خوشحال و خوشگوی و خوش‌طبع باشید.